اکنون وارد حساس‌ترین بخش مناظره می‌شویم. برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات نظامی. چرا توسعه قدرت نظامی برای کشور ضروری است؟ این سوال اصلاً قابل بحث نیست. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، قدرت نظامی تنها ضامن بقای استقلال ملی است. نگاه کنید به تاریخ کشورمان. 150 سال پیش روس‌ها و انگلیسی‌ها کشور را تقسیم کردند. جنگ جهانی اول و دوم کشور اشغال شد. 8 سال دفاع مقدس با عراقی که توسط قدرت‌های جهانی حمایت می‌شد. آیا این تجربه‌ها کافی نیست که ثابت کند بدون قدرت بازدارنده استقلال ما در خطر است؟ برنامه هسته‌ای ما صلح‌آمیز است، اما قابلیت دفاعی آن انکارناپذیر است. وقتی دشمنان می‌دانند که ما توان پاسخگویی داریم، جرأت تجاوز نمی‌کنند. این همان تعادل وحشت است که جهان را از جنگ جهانی سوم نجات داده. امروز اسرائیل دارد تهدید نظامی مستقیم می‌کند. آمریکا پایگاه‌هایش را در اطراف ما مستقر کرده. سعودی تسلیحات پیشرفته خریداری می‌کند. در این شرایط ما چطور می‌توانیم بی‌دفاع بمانیم؟ توسعه صنایع دفاعی همچنین فواید اقتصادی و فناورانه دارد. از رشد صنایع فلزی گرفته تا پیشرفت در الکترونیک و فضا. درک می‌کنم که نگرانی‌های امنیتی وجود دارد. اما باور دارم که تکیه بیش از حد بر قدرت نظامی نه تنها مسائل را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند. اول هزینه فرصت. هر ریالی که صرف تسلیحات می‌شود، از بودجه آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و رفاه مردم کم می‌شود. کره جنوبی، ژاپن و آلمان بعد از جنگ به جای تسلیح شدن روی توسعه اقتصادی متمرکز شدند و امروز از قدرت‌های مطرح جهان هستند. دوم، مسابقه تسلیحاتی. وقتی ما تسلیحات توسعه می‌دهیم، همسایگان هم همین کار را می‌کنند. نتیجهش چیست؟ منطقه پر از سلاح که هیچ کس امن‌تر نیست، اما همه فقیرتر شدند. سوم، انعزال بین‌المللی. برنامه‌های نظامی باعث تحریم‌ها و انعزال می‌شود. این تحریم‌ها مردم عادی را بیشتر آزار می‌دهد که مسئولان. راه حل بهتر، دیپلماسی فعال، همکاری اقتصادی منطقه‌ای، تقویت نرم افزار قدرت، فرهنگ، علم و اقتصاد. امروز قدرت واقعی در دانش و اقتصاد است، نه در موشک. شما از کره جنوبی و ژاپن مثال میزنید، اما فراموش میکنید که این کشورها زیر چتر امنیتی آمریکا بودند. آنها نیازی به تسلیح نداشتند، چون آمریکا از آنها محافظت میکرد. ما چه کسی از ما محافظت میکند؟ روسیه که خودش مشکل دارد، چین که هزاران کیلومتر دورتر است. شما از انزوای بین‌المللی صحبت میکنید، اما فراموش میکنید که این تحریم‌ها دقیقاً به خاطر ترس از قدرت ما است. اگر ضعیف بودیم چرا باید تحریم کنند؟ نگاه کنید به عراق، لیبی، سوریه. همه آنها برنامه‌های نظامی خود را رها کردند به امید بهبود روابط. نتیجه چه شد؟ جنگ، ویرانی و فروپاشی. برعکس نگاه کنید به کره شمالی. علیرغم همه فشارها هنوز مستقل است، چون قدرت بازدارنده دارد. در ضمن شما از هزینه فرصت صحبت می‌کنید، اما اگر کشور اشغال شود دیگر هیچ آموزش و بهداشتی نخواهیم داشت. دفاع مقدم بر همه چیز است. صنایع دفاعی هم مولد هستند. موشک‌هایی که ما می‌سازیم به ماهواره بر تبدیل می‌شوند. فناوری‌های رادار در هواپیمای مدنی استفاده می‌شود. مثال‌هایی که شما میزنید دقیقاً نشان می‌دهد که تکیه بر قدرت نظامی راه حل نیست. کره شمالی را نگاه کنید. بله، مستقل است، اما مردمش در فقر و محرومیت زندگی می‌کنند. این چه نوع پیروزی است؟ مگر هدف این نیست که مردم زندگی بهتری داشته باشند؟ در ضمن، عراق، لیبی، سوریه به خاطر ضعف نظامی سقوط نکردند، بلکه به خاطر فساد گسترده، نابرابری شدید، فقدان مشروعیت مردمی و عدم توسعه اقتصادی سقوط کردند. وقتی مردم از حکومت راضی نباشند، هیچ سلاحی نمیتواند آن را نجات دهد. نگاه کنید به سوئیس. کشور کوچکی است، اما هیچ کس جرأت تجاوز با آن را ندارد. چرا؟
نه به خاطر قدرت نظامی، بلکه به خاطر ثبات سیاسی، قدرت اقتصادی، روابط دیپلماتیک قوی و مشروعیت داخلی. راه واقعی امنیت، ساخت جامعه‌ای که مردم از آن دفاع کنند، توسعه اقتصادی که وابستگی را کم کند، دیپلماسی هوشمند که دشمنان را به دوستان تبدیل کند. شما از سوئیس مثال میزنید؟ جدی میگویید؟ سوئیس در قلب اروپا در منطقه‌ای کاملاً امن قرار دارد. ما در خاورمیانه هستیم، یکی از ناامن‌ترین نقاط جهان. سوئیس با چه تهدیدی روبرو هست؟ آیا همسایه‌اش تهدید نابودی کرده؟ آیا قدرت‌های بزرگ دارن بر سر منابعش جنگ می‌کنند؟ شما میگویید عراق و لیبی به خاطر فساد سقوط کردند، نه ضعف نظامی. اما فراموش می‌کنید که آمریکا و ناتو با قدرت نظامی آنها را سرنگون کردند. اگر عراق توان مقاومت نظامی داشت، هیچ فسادی بهانه تجاوز نمی‌شد. در ضمن شما از مشروعیت مردمی صحبت می‌کنید. مردم ما 8 سال در دفاع مقدس جانشان را دادند. آیا این مشروعیت کافی نیست؟ واقعیت سخت این است که در دنیای امروز ضعیف‌ها خورده می‌شوند. اوکراین هم دموکراسی داشت، اقتصاد نسبتاً خوبی داشت، اما وقتی روسیه حمله کرد، تنها چیزی که کمکش کرد سلاح بود. من هم می‌خواهم مردم رفاه داشته باشند، اما برای رفاه اول باید زنده بمانیم. قدرت بازدارنده ضامن بقاست. درست است که ما در منطقه پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم، اما همین منطقه نمونه‌های موفق هم دارد. امارات متحده عربی را ببینید. کشور کوچکی است در همین منطقه، اما با تمرکز بر اقتصاد، گردشگری و دیپلماسی هوشمند امروز یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه شده. چرا؟ چون خودش را تهدید کسی نمی‌داند. مرکز تجاری منطقه شده. با همه روابط اقتصادی دارد. یا نگاه کنید به قطر. علی‌رغم محاصره عربستان با دیپلماسی هوشمند و سرمایه‌گذاری در ورزش و رسانه جایگاه خود را حفظ کرد. درباره اوکراین دقیقاً همین نمونه نشان می‌دهد که مسابقه تسلیحاتی به کجا می‌رسد. روسیه و آمریکا سالها با هم رقابت تسلیحاتی کردند. نتیجهش جنگ سرد و تنش‌های بی‌پایان بود. پیشنهاد من این است: 70% بودجه دفاعی را صرف دفاع غیر نظامی کنیم، امنیت غذایی، انرژی، آب، در علم و فناوری سرمایه گذاری کنیم، روابط اقتصادی منطقه‌ای گسترش دهیم، دیپلماسی مردمی تقویت کنیم. کشوری که اقتصادش قوی باشد و مردمش آموزش دیده، طبیعتاً امن‌تر است. شما دارید رویا می‌بینید یا واقعیت‌ها را نمی‌بینید. امارات و قطر که مثال می‌زنید هر دو زیر چتر امنیتی آمریکا هستند. امارات میزبان پایگاه نظامی آمریکاست، قطر هم همینطور. آنها نیازی به دفاع ندارند چون آمریکا از آنها محافظت می‌کند. ما اما مستقل هستیم و نه شرقی نه غربی. سیاست ماست. کسی از ما محافظت نمی‌کند جز خودمان. شما میگویید 70% بودجه دفاعی را صرف دفاع غیر نظامی کنیم. این حرف شبیه این است که بگویید دیوار خانه را بردارید و صرف تزیین اتاق کنید. امنیت غذایی، انرژی، آب همه مهم هستند، اما اگر کشور اشغال شود دیگر هیچ کدام معنا ندارند. جمهوری اسلامی با همه مشکلاتش 45 سال مقاومت کرده چون قدرت بازدارنده داشته. اگر ضعیف بودیم سرنوشت ما مثل عراق، لیبی، افغانستان میشد. من هم آرزوی صلح دارم، اما صلح از موضع قدرت ممکن است، نه ضعف. اگر صلح میخواهی برای جنگ آماده باش. این قانون تاریخی همیشه صادق بوده.